انشالله در این ویدیو و ویدیوی بعدی راجع به معجزه قرآن براتون صحبت میکنم و اینکه چرا قرآن واقعا کلام خداست و در این مورد میشه ساعتها صحبت کرد، ولی در این دو ویدیو به طور خلاصه فقط یه مقدار میخوام راجع به براتون صحبت کنم و اگه که علاقه داشتین میتونین رو اینترنت یا کتاب‌های مربوط به قرآن و معجزه قرآن حالا بیشتر مطالعه کنین. فکر کنین یک کسی رو شما میشناسین، ایشون خیلی آدم خوشرویه، خیلی آدم خیرخواهیه، خیلی درستکاره و یک روز ایشون میاد به شما میگه که من پیغمبر خدام. خب خیلی منطقیه که از ایشون پرسید آیا مدرکی داری؟ آیا چیزی هست که بشه ثابت کنی به من که پیغمبر خدایی؟ و این البته مسئله که خداوند از اون آگاهه، خداوند علیمه، خداوند حکیمه، برای همین به پیامبرانش معجزاتی داده که ثابت کنه این شخص که میاد ادعای پیامبری میکنه این شخص واقعا از طرف خداوند فرستاده شده. در زمان حضرت موسی مردم واقعا افتخار میکردن به سحر و به شعبده بازی. وقتی که حضرت موسی به فرعون رفتن و راجع به خداوند باهاش صحبت کردن، فرعون گفت خب مدرکی داری ثابت کنی؟ و حضرت موسی عصاشون انداختن و عصا تبدیل به مار شد. فرعون گفت ساحر داریم، شعبده باز داریم، دعوت کرد شعبده بازا از همه جا بیان. اونا یه تناباشون انداختن که به ظاهر تبدیل به مار شد. حضرت موسی راستش قول ترسیدن، ولی خداوند بهشون وحی داد که نترس، عصاتو بنداز. حضرت موسی هم عصاشون انداختن و تبدیل به مار واقعی شد و این اومد و اون تنابا رو همه رو خورد. وقتی که شعبده بازا این صحنه رو دیدن، چون میدونستن که این واقعا معجزه است، همون موقع سجده کردن، گفتن آمنا برب موسی و هارون، ما ایمان آوردیم به پروردگار موسی و پروردگار هارون. وقتی که این اتفاق افتاد فرعون خیلی نگران شد، چون فرعون خودش ادعای خدایی میکرد و دید که اینا از عبادت فرعون برگشتن به عبادت خداوند متعال. به اینا رو تهدید کرد که اگه که از این راه برنگردین شما رو به صلیب میکشن، دست و پاهاتون رو قطع میکنن. این شعبده بازا که تمام کلک‌های شعبده بازی رو میدونستن، وقتی این معجزه رو دیدن آنچنان ایمان آوردن که به فرعون گفتن انما تقضی هذه الحیات الدنیا، این قضاوتی که تو میکنی برای زندگی این دنیاست، هر کاری میخوای بکن. اینا آمنا بربنا، ما ایمان آوردیم به پروردگارمون، لیغفر لنا خطایانا، که امیدواریم ما رو ببخشه به خاطر این خطاهایی که کردیم. و عکس العمل اینا که شعبده باز و ساحر بودن بسیار جالبه، چون اینجور اشخاص معمولا مقام میخوان، معمولا پول میخوان، معمولا شهرت میخوان، ولی اینا همون آن گفتن هیچ کدوم اینا مهم نیست، ما حاضریم حتی به خاطر این ایمان به خدا جونمون رو بدیم، ولی همینقدر که آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا، همینقدر که خداوند گناههای ما رو ببخشه ما راضی هستیم. در زمان حضرت عیسی مردم افتخار میکردن به علم طب و از تولد ایشون همونطور که در سوره آل عمران خداوند فرموده که بدون پدر بود خودش یک معجزه طبی بود، تا اونایی که جزامی بودن یا کور بودن و ایشون اینا رو همه رو شفا دادن. یه روز برای یه عده جوانان مسلمان راجع به معجزات حضرت موسی و حضرت عیسی صحبت میکردم و یکیشون سوال خیلی خوبی کرد، گفت ما که این معجزات رو به چشم خودمون ندیدیم، پس چطور بدونیم که واقعا اتفاق افتاده؟ سوال خیلی خوبیه و خداوند بر اساس حکمت خودش و علم خودش معجزه‌ای به آخرین پیغمبر خودش حضرت محمد صلی الله علیه و سلم داد که هم مردم زمان ایشون متوجه شن که واقعا این معجزه هست و هم کسانی که بعد از ایشون این معجزه رو ببینن که واقعا این معجزه‌ای هست از طرف خداوند. در زمان حضرت محمد صلی الله علیه و سلم اعراب به زبان عربی بسیار افتخار می‌کردند. برای همین خداوند قرآن رو به سبکی فرستاد که کسی که قلبش صاف بود، قلبش پاک بود، واقعا دنبال راه خداوند میگشت، میتونست که متوجه بشه که این قرآن کلام خداونده. و تا امروزه که ما از لحاظ تکنولوژی و صنعتی و از همه لحاظ خیلی پیشرفت کردیم، وقتی این معجزه قرآن رو میبینیم متوجه بشیم که این واقعا از طرف خداوند فرستاده شده. البته راجع به معجزات قرآن همونطور که گفتم ساعت‌ها میشه صحبت کرد، ولی اینجا به طور خلاصه 7 نکتهشو خدمتتون میگم. اولا که غیر ممکنه کسی کتابی مثل قرآن رو نوشته باشه یا گفته باشه یا درست کرده باشه. دوم اینکه قرآن حفظ شده. قرآنی که الان ما داریم همان قرآنی هست که به حضرت محمد صلی الله علیه و سلم وحی شد
حتی یک حرفش در عرض این 1400 1500 سال عوض نشده. میلیون ها نفر در دور دنیا هستند که الان تمامی قرآن رو حفظ هستند که اینم خودش یک معجزه‌ایه. قرآن پیش بینی هایی کرد در مورد اتفاقاتی که در آینده اتفاق میفته و یه مقدارش در همون دوران حضرت محمد صلی الله علیه و سلم به حقیقت پیوست که ثابت شد در دوران زندگی خودشون که واقعا قرآن کلام خداست. قرآن پیش بینی اتفاقات گذشته هم کرده، اتفاقاتی که قبل از حضرت محمد صلی الله علیه و سلم سالها و قرنها پیش اتفاق افتاده بود، هیچ کس خبر نداشت ازش، ولی مورخین بعداً کشف کردن و این هم در قرآن گفته شده. در مورد علوم مختلف هم مثل زمین شناسی، ستاره شناسی، حیوان شناسی، رشد نطفه در رحم مادر، خیلی علوم دیگه در قرآن صحبت شده که دانشمندان امروزه کشف کردن اینها رو و خیلی هاشون که حتی مسلمان هم نیستن میگن واقعا عجیبه، این غیر ممکنه که هیچ انسانی این مسائل دونسته باشه و این مشخصه که قرآن کلام خداست. و واقعا قرآن مثل یک دائره المعارف میمونه، از مسائل روحانی، تاریخی، اقتصادی، خانوادگی، ارثی، اجتماعی و خیلی مطالب و مسائل دیگه در قرآن صحبت شده و محاله که هیچ بشری میتونسته این همه اطلاعات از خودش داشته باشه. در سوره یونس خداوند میفرماید و ما کان هذا القرآن ان یفتر من دون الله. این قرآن کتابی نیست که کسی غیر از خداوند بتونه اونو تولید کنه یا نازل کنه. واقعا فقط و فقط وقتی اون کسی وقت بذاره واقعا مطالعه کنه میبینه که این کتاب از طرف خداوند نازل شده. انشالله در ویدیو بعدی راجع به این 7 نکته بیشتر توضیح میدم.